سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من نرگسم. این اولین ویدیوی یوتیوب منه و نکاتی که باید بگم و تو دفترچم نوشتم که یادم نره. حالا اگه یه جای سوتی چیز دادم به روی خودتون نیارین. هم خوشحالم همینجوری هم که نکنه یه وقت گم بزنم درست توضیح ندم، یا اصلا فکر کنم زاویه درستی برای دوربین و گوشی و اینا انتخاب نکردم. حالا بگذاریم بچه ها، شما که میخواین به این دانشگاه آزاد یا حداقل اومدید این ویدیو رو دارین میبینین که یه اطلاعاتی راجبش کشف به دست بیارید. خب میخوام سعی کنم این ویدیو رو بدونه با کمترین ادیت بزنم خدایی. خیلی خوب. دانشگاه آزاد دو تا شهریه داره، شهریه ثابت، شهریه متغیر. شهریه ثابت چیه؟ شهریه ثابت یعنی این که خود من که الان رشته میکروبیولوژی دارم میخونم 1400 رفتم دانشگاه، ثبت نام کردم و همون سال شهریه ثابت شما کلیک میخوره و ثابت میمونه تا شما فارغ التحصیل بشید. مثلا من خودم شهریه ثابتم 2,300,000 تومنه. اوکی، این وقتی که شما میایین ثبت نام میکنید هست تا آخرش. این خیلی خوبه که تغییر نمیکنه چون اصلا کلا اسمش ثابته. اما من الان 2,300 میدم، ولی مثلا شما مثلا داری میای رشته میکروبیولوژی بخونی 1405 داری میای مثلا یا 4 داری میای، شهریه هات با من یکی نیست، فرق میکنه. اسمش ثابته، برای من ثابته، برای همون ورودی اون سال ثابته. یکی که 405 میاد قطعا با منی که 404 هم ثابتش خیلی فرق میکنه، خیلی بیشتر شده الان مخصوصا شهریه ها. خب یه دونه این نکته، یه دونه شهریه متغیر چی هست؟ شهریه متغیر بستگی به تعداد واحدهایی که شما برمیدارید داره. خب و هر درس‌های عمومی، درس‌های تخصصی، درس‌های عملی، اینا رو همه رو شما دارین و قیمت‌هاشون با هم فرق میکنه. یه سری درس‌ها هستن 2 واحدی هن. خب من مثلا این همین درس 2 واحدیمو تا ترم پیش براش چقدر میدادم؟ اولش 220 تومن 240 تومن اینا بود، بعد شد 440 تومن، بعدش که الان این ترم هفتمه شده چقدر؟ شده 440 تومن. یعنی چون متغیره اجازه دارن که هی زیادش کنن. بعد حالا این درس عمومی بود. درس های تخصصی هم حالا تخصصی ما 3 واحدی هن، شما ممکن 4 واحدی هم داشته باشید بستگی به رشته‌ای که انتخاب میکنید. اونا هم آره قیمتاشون فرق میکنه، خیلی بیشتره. من خودم بخوام مثال بزنم برای خودم، الان تخصصی من شده بالای 1,000,000. تا ترم پیش ببین اول از 440 تومن شروع شد، بعد شد 600 خورده‌ای، ترم پیش 600 خورده‌ای بود، الان این ترم من بالای 1 تومن دارم میدم. خب دروس عملی، حالا دروس عملی چی هن؟ منی که رشته فکر کنم همه رشته داشته باشن عملی رو، فکر میکنن. فکر کنم مثلا کامپیوتر میره با کامپیوتر کار میکنن و یه سری پروژه انجام میدن و اینا. یا آره من خودم تو آزمایشگاه، همون خود دانشگاه ما دانشکده داره که آزمایشگاه هم دارن اونجا برای اینکه ما یه سری فعالیت رو انجام بدیم. بچهای زیست، شیمی، فیزیک اینا همه آزمایشگاه دارن، باید عملیشون نمیان اونجا بالاخره آزمایش انجام میدن. ما هم آزمایشگاه های خودمونو داریم و هر واحدی من الان شده 1,300,000 خورده. آزمایشگاه واحدهای عملی خیلی گرونتر از بقیه هن. چون عملی هن بالاخره اینا. خب پس شهریه ثابت رو بهتون گفتم، شهریه متغیرم بهتون گفتم و همه اینا برمیگرده به سالی که شما ورود میکنید به دانشگاه. هر چقدر که زودتر به این دانشگاه آزاد به درستون زودتر تمام بشه مسلماً کمتر هزینه برمیداره، ولی خب دیرتر برید طبق حالا روز، طبق نمیدونم چی داره هی افزایش پیدا میکنه. خب این از این. بچه ها
اینکه کارشناسی باشین یا مقطع، حالا بستگی داره شما پیوسته بخونید یا بخواین حالا ناپیوسته بخونید. این قضیهش چیه؟ یعنی مثلا ناپیوسته یعنی میای فوق دیپلم اول میخونی، بعد میری لیسانس میخونی، بعد میری فوق لیسانس میخونی، بعد دکترا. اینا خب اول ولی فوق دیپلم باید بگیری، بعد بیای لیسانس. ولی من پیوستم. این هم مثلا وقتی میخواین انتخاب رشته بکنید، بستگی داره که شما چه رشته‌ای باشید، پیوسته ناپیوسته توش داره. رشته من پیوسته است، یعنی من مستقیم قبول میشم، میرم پیوسته رشته‌مو میخونم و کارشناسیمو میگیرم. این از این. میخواستم بهتون بگم که چی میخواستم بگم؟ بعد اینکه شما بخواین حالا کارشناسی بخونید، قیمت‌های کارشناسی، قیمت‌های هر ترم، هر واحد، اینا با کاملا با چیزی که توی ارشد میخواین بخونین فرق میکنه. ارشد قیمتاش خیلی خیلی زیادتره. این از این. خب بچه‌ها، من هم امروز میخوام راجع به هزینه دانشگاه صحبت بکنم، هم هزینه‌های خوابگاه. دانشگاه آزاد به شما خوابگاه نمیده و خودتون باید برید خونه اجاره کنید یا یک سری از خوابگاه‌های آزاد تو همون شهر رو سرچ بکنید. تو گوگل و اینا هست، خوابگاه هست، وجود داره، ولی خب به صورت آزاد هست و شما میتونید اون خوابگاه رو پیدا بکنید و اجاره بکنید. البته شما قبل از اینکه بخواید خوابگاهتون رو رزرو بکنید، حتما با خانواده‌تون، حالا تنها یا هر کی، برید اون خوابگاه رو خوب نگاه کنید، ببینید و با چشم باز انتخاب کنید. بچه‌ها هر خوابگاهی نمیشه موند، هر خوابگاهی واقعا این یه سری امکانات ها رو نداره که بخواید اونجا بمونید و بعد یه مدت ممکنه که اذیت بشید. اذیت از چه لحاظ؟ چون یه سری از خوابگاه پول پیش میگیرن، دوباره هزینه ماهانه میگیرن، بعد تو نمیتونی یهو لغوش کنی بیای بگی که آقا پول منو بدین من میخوام برم. اینجوری نیست، معمولا نیست. مثل خونه اجاره کردن دیگه. شما خونه رو اجاره میکنین، یهو نمیتونی بزنی زیرش که، درسته؟ خب اونم همون جوریه. من رشت درس میخونم. خب دانشگاه آزاد ما خودش یه خوابگاهی داره. خب برای بچه های خودش یه خوابگاهی داره. معمولا برای بچه های بومی و غیر بومی هم خیلی میدن، ولی خب معمولا اون خوابگاه برای بومی هست. یه خوابگاه دیگه هم داره، احتمالاً فکر میکنم اون برای غیر بومی هست، نمیدونم. حالا اینجایی که من هستم اکثرا بومی هستیم. خب هزینه های خوابگاه به چه صورته؟ هزینه های خوابگاه اینجوریه که بستگی داره به اینکه شما تو کدوم شهر، کدوم استان و کدوم شهرستان حتی دارید درس میخونید. به خیلی چیزای دیگه بستگی داره هزینه هاش. حالا دولتی ها رو من اصلا کاری ندارم، من فقط راجع به آزاد صحبت میکنم. حالا من قبلا رو میگم، الان مبلغ دقیقش رو نمیتونم بگم. قبلا یعنی هر ماهی 300 تومن بود، بعد کم کم شد 500 تومن، بعد حالا کم کم شد 1 تومن و اینا. الان حدود 1,500 اینا داریم خودمون میدیم. بیا خودم گفتم. خب 1,500 اینا داریم خودمون میدیم. ولی اینو دارم میگم بستگی داره به کدوم شهری که شما دارین میرین. الان رو این عددی که من میگم زیاد حساب باز نکنید، چون حالا بستگی به این سالی که من دارم درس میخونم، شما معلوم نیست کی دارین این ویدیو رو نگاه میکنید که امسال قیمتا اینه، ممکنه بعداً افزایش پیدا بکنه. حالا نمیدونم واقعا. خب این از این. ما که تو خوابگاه زندگی میکنیم هر ماه یکی 2 تومنی داریم میدیم. اوکی. بعد حالا هزینه های خود دانشجویی. میرسیم به اصل موضوع، یعنی چی براتون بگم، خال موضوع. شما وقتی دانشجویی یه عالمه هزینه دارید. حالا شاید بگین که نه من حالا سعی میکنم پولامو سیف کنم، من اصلا ولخرج نیستم. اوکی، من خودم اصلا دانشجوی ولخرجی نیستم. خب سعی میکنم که اون حالا بودجه رو که خانواده بهم میده رو یه جوری تقسیم بندی بکنم، مدیریتش بکنم که برسه به سر ماه.
یعنی بعضی اوقات هست که به سر ما هم نمیرسه، کم میاد، به خاطر اینکه قیمت ها هر روز دارن زیاد میشن، عوض میشن. اصلا آدم نمیتونه دقیق برنامه‌ریزی بکنه، ولی خب تقریبی میتونید برنامه‌ریزی بکنین. به صورت خلاصه اگه من بخوام بهتون بگم که هزینه یه دانشجو چقدره، بیاین با هم حساب کنیم. خب شما اول اینکه هزینه خورد و خوراک شما اول از اینکه هزینه خورد و خوراک دارین. یعنی چی؟ خب خوابگاه برای شما غذا درست نمیکنه، خوابگاه دانشگاه آزاد، و خودتون باید برید سیب زمینی، پیاز، روب گوجه، روغن و یه عالمه وسایل دیگه بخرید بیارید و خودتون باید درست کنید. یه عالمه وقتتون رو میگیره، خودتون باید درست کنید، ظرفا رو بشورید، جمع کنید و اینکه بخورید و اینا. یک هزینه هنگفتی سر این قضیه است. چرا؟ چون که ما حالا نوشیدنی میخریم، خوراکی میخریم، فقط هزینه سیب زمینی و پیاز که نمیدیم، یه عالمه گوشت و مرغ و اینا هم احتیاج داریم، اونا رو میخریم و استفاده میکنیم. من اگه بخوام توی امسال براتون بگم، حداقل ماهی 2 تومن سر این موضوع هزینه میشه. یعنی اگه بخواین واقع بینانه نگاه بکنید 2 میلیون تومن هزینه خورد و خوراک و هزینه مرغ و گوشت و 1 ماهو دارم میگم و تو 1 ماه میشه. خب بستگی داره ولی به خودتونم، ولی به نظرم میشه باز کمترش کرد. ولی باز برمیگردیم به اون که شما کدوم شهر قبول شدید. خب این از این. یک این از اینا. دومی که هزینه های پوشاک. شما احتمالاً میرید با دوستاتون بیرون، یا از یه لباسی خوشتون میاد، از یه شلواری، از یه جورابی، از یه چیزی خوشتون میاد و میخرید. من حالا زیاد بچه‌هایی که میان دانشگاه، حالا قبلش رو نمیدونم، ولی شما که دارین میان دانشگاه یه خورده زن زندگی تر میشه. میدونین چی میگن؟ انگار که دارین مراقبت میکنید. میدونی چی میگم؟ میگم هوای خانواده ها رو بیشتر مثلا دارین، قدرشون رو بیشتر میدونین، قدر زحماتی که میکشن، قدر پولی که بهتون میدن سعی میکنین که بیشتر بدونین و زیاد ولخرجی نمیکنین. چون مثلا ما تو خوابگاهمون داریم بچه‌ای که وضعشون خوبه، بچه‌ای که وضعشون متوسطه، همه نوع قشر داریم تو خوابگاه و دارم میبینم که همهشون واقعا دارن درک میکنن خانواده ها رو. حالا میایین خودتون قشنگ متوجه میشین. بعد زیاد اونقدرها خرید پوشاک و اینا نمی‌کنیم، مثلا سعی می‌کنیم که نکنیم، مگه اینکه حالا خودمون یه کاری در کنار درس داشته باشیم. این هست این. ولی بخوام حدودی بگم بسته به خودتون داره اینم، ولی خب نه خودم هم نمیگم، بذار کلی بگم. کلن ماهانه یه 2 تومنی هم سر این موضوع قرار بگیرید. چون شما هر ماه احتمال داره لباس نخرید، هر 2 ماه بخرید یا هر 3 ماه بخرید. اگه 2 تومن رو جمع بکنیم یا مثلا 6-7 تومن یا 10 تومن میرین خرید میکنین. آره اینم شد هزینه پوشاک. اگه سطحتون بالاست که 10 تومانی در نظر بگیرید هر ماه برای پوشاک. اگه سطحتون متوسطه یه 2 تومانی در نظر بگیرید. نه دو کمه، 2 تا 5 تومن در نظر بگیرید. اگه اینجوری هستین که با خانواده‌تون میرین خرید پوشاک میکنید، حالا اون اصلا خیلی بهتره، اوکیه دیگه، اوکیه. شما نمیخواد حالا پولتون رو سیو بکنید سر این موضوع، با خانواده برین خرید بکنید، خیلی بهتره. خب هزینه پوشاک بچه‌ها واقعا اصلا نمیتونم رنج بهتون بدم، چون بستگی به شخصیت خودتون داره. یکی همش داره لباس میخره، یکی اصلا هر چند ماه یه بار میره میخره، واقعا فرق میکنه. من خودم اونجوری هم که یهو نمیرم لباس بخرم. مثلا یهو یه شاید یه لباس مثلا مثل جوراب اینا خوشم بیاد، حالا اسمش هم نگفتم. خودم مثلا اینجوری هم که شاید یه جورابی خوشم بیاد، یهو مثلا یه شالی خوشم بیاد، اینجوری خرید میکنم. خرید کلیم معمولا مشخصه چه روزایی هست و به خاطر همین زیاد دغدغه‌های اونو دیگه ندارم. این از این. بعد
خب هزینه بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم هزینه‌های کافه و رستوران و بیرون و فلافلی و اینا هست. بچه‌ها شما تو دانشگاه وقتی هستید خود دانشگاه به شما غذا میده، آشپزخونه داره به شما غذا میده، ولی شاید اون غذا باب میل شما نباشه. من خودم زیاد از سلف دانشگاه استفاده نمی کنم، ولی خیلی از دوستان میرن و با غذاهاش اوکی‌ان، راضی‌ان، ولی اینو بدونید که خیلی از دانشگاه‌ها بچه‌ها از غذاهاشون راضی نیستن. بستگی داره که شما آیا خوش غذایین یا بد غذایین، یا اصلا ممکن ربطی نداشته باشه کلا اون دانشجو غذا خوبی درست نکنه. خب این هم از این مورد. خب هزینه هاش اگه بخوایم بگیم بستگی به کلاساتون باز داره. شما ممکنه از صبح تا شب کلاس داشته باشید، یعنی یک روزایی نه، حتی ممکنه 2-3 روز در هفته شما از صبح تا شب کلاس داشته باشید، یا کلاساتون پراکنده باشه. پیشنهاد من اینه که کلاساتون یه جوری بردارین که تایم نهار بتونین برین خوابگاه برگردین اگه خوابگاهتون نزدیکه. خب من خوابگاهم نزدیکه، با اتوبوس یا با تاکسی میتونم برم بیام و غذامون بخورم. و من خب بچه چون با 1-2 نفر دیگه هم سفرم و با اونا غذا درست میکنیم، هزینه هامون خیلی کمتر شده. و اینکه خب من اگه نباشم اونا برام غذا درست میکنن، اونا نباشن من درست میکنم، یا اونا نهار درست میکنن من شام درست میکنم، یا ظرفا رو میشورم اونا غذا درست میکنن. خب اصلا کارو کلا تقسیم میشه و این خیلی خوبه. اما با آدمایی که مسئولیت پذیر هستن برین غذا درست بکنید، چون اینجوری هم خیلی خوش میگذره هم واقعا کمتر خسته میشین. این خیلی خوبه. از نظر هزینه‌ای هم واقعا عالیه. اول برید بچه‌ها رو بشناسید، دوست شید باشون. و اینکه بچه‌ها یهو با 10 نفر نشید غذا درست کنید، اون خیلی سخته. یه روز که نوبت شما باشه پدرتون در میاد. حتی 5 نفر هم زیاده. 3 نفر، 2 نفر یا 3 نفر واقعا عالیه برای اینکه با هم مچ بشین غذا درست بکنید یا هزینه‌هاتون رو نصف بکنید و اینا. این واقعا عالیه. خب ولی حالا با دوستاتم گیریم اوکی شدی، ولی یه روز که دانشگاه هستی با چیکار بکنی؟ اگه از غذای سلف خوشت نمیاد، حالا میری امتحان میکنی یا میخوای حالا بودجهش رو واقعا سیو کنی، چون هزینه زیادی باز میگیره. مثل دانشگاه دولتی نیستن واقعا. نمیدونم کوپونیه یه پولی هنوز نمیدونم، یه کوپن اون موقع میدادن، حالا قدیم دوستان میرفتن میدادن یه چیز کارتیه انگار میدادن 10 تومن اینا بود. حالا من قیمت قبل رو دارم میگم. خب میدادن، الان هم ازش خیلی کم ده، فکر کنم 20 تومن اینا باشه. میدادن غذاشون رو میگرفتن و اینا. اما الان خب دانشگاه آزاد کلا بچه آزاده، از نظر قیمتی واقعا خیلی قیمتاش زیاده. نمیخوام بترسونمتون، ولی خب واقعا خدا رو شکر میکنم که من زودتر رفتم دانشگاه و این رشته رو خوندم که دیگه دارم الان تمومش میکنم. چون الان با این هزینه های الان من نمیتونستم واقعا برم، چون ما تو خانواده متوسطی هستیم و برای خانواده متوسط یه خورده سخت میشه. الان سخت میشه، اون موقع که من رفتم باز اوکی بود. متاسفانه فقط 3 سال از اون موقع میگذره بچه و انقدر تفاوت قیمتی داریم. خب دانشگاه خب غذا میده خودش بهتون، ولی اگه میخواین باز پولتون رو سیف کنین، دیگه نیان 150 تومن 200 تومن پول غذا بدین، چیکار میکنین؟ خود خوابگاه برای خودتون بیاین غذا درست کنید. باشه خودتون غذا درست کنید. خیلی هم باحال‌تره. ساندویچ سالم، غذای سالم، حتی برنج و خورش هم میتونید ببرین و اصلا بچه‌ها مسخره‌تون نمی‌کنن. به این فکر نکنین من لقمه ببرم بچه‌ها مسخره می‌کنن. نه، بچه‌ها میارن، بچه‌ها میوه‌شون رو میارن. خیلی‌ها ورزشکارن و غذاهای رژیمی باید مصرف بکنن، میارن با خودشون. واقعا کسی اصلا کاری نداره، چون یه دیگه بزرگ شدیم، دیگه داریم میریم دانشگاه، بزرگ شدیم و اینو میدونیم که کسی رو نباید مسخره کنیم. حداقل اصلا به فکر نکنید یه وقت مسخره میشه این لقمه بریم. من بارها لقمه بردم، دوستم برده، دوستم لقمه های این نون لواشو میگیره یه دونه بزرگا، یه دونه اینقدر در میاره لقمه با خودش میاره. البته جای خلوت میشینیم، میخوایم تو کلاس نمیخوایم اونجوری، کلاس خلوت باشه باز مثلا اونجا میشه اوکیه.
اما خود دانشگاه سلف هم داره میتونه اونجا برید بخورید، چون بقیه بچه‌ام غذاهاشون رو میارن اونجا، شما میتونید با اونو برید اونجا بشینید غذاتون رو بخورید، این نوش جونتون. حالا اینو من گفتم کلا یا میتونید پولتون رو سیو کنید، یا میتونید غذا درست بکنید، یا کلا بعضی هستن کلا میل به غذا ندارن، اینا دیگه واقعا میلتون به فنا میره ها، نکنید این کار، غذا بخورید حتما. آقا این چای خورا خیالشون راحت باشه، دانشگاه براتون چای میذاره، ما 10 تومن 15 تومن میدیم برای چای، خیلی خوبه. ولی ماگ بگیرین، چای نپتون با خودتون ببرین، چون چای دانشگاه انقدر جوشیده دیگه نمیدونم براتون بگم، دیگه هیچ املاحی توش نمونده، هیچی توش نمونده. بذارید خب این هزینه خود خوراکی دانشگاه. گفتم کافه رستوران و اینا رو هم بهتون میگم. رستوران هم خب من منوی همشون رو که نخوندم قطعا، کافه هم همینطور، ببینم قیمتاشون چجوره که بتونم بهتون یه رنج قیمتی بدم. ولی من خودم با دوستام حالا ترمای اول که بچه هر روز میرفتیم بیرون، اما ما زرنگ‌تر از این حرفاییم، جای ارزون شهر رو پیدا میکردیم ولی خب کیفیت خوبی داشته باشه، آشغال نمیخوردیم. یه چیزی که واقعا کیفیتش خوب بود اونجاها رو میرفتیم زمانی که پول نداشتیم. زمانی که پول داشتیم من میرفتیم یه سری جایی که حالا بهترن غذا میخوردیم، چون بچه یه مدت بود مثلا اگر از بیرون غذا میگرفتیم به صرف تر در میومد نسبت به اینکه خودمون بخوایم تو خواب غذا درست بکنیم. حالا ترمای اول این کار میکردیم، الان دیگه رفتیم سمت و سوی سلامتی و اینا که کار خوبی هم کردیم، میخوایم کمتر فست فود اینا مصرف بکنیم. حالا کجا بودم من، حرفام یادم میره. هزینه‌اش چقدر میشه کلا؟ هزینه‌اش 1 تا 3 تومن در نظر بگیرید، ولی اگه میخواید بیشتر از 4 بار در ماه برید رستوران و بیشتر از 3-4 بار برید کافه، بیشتر از 3 تومن میشه. یعنی من این مبلغی که گفتم و برای حداقل 2 بار 2 بار نهایتا اگه جای خوب پیدا کنید 3 بار بتونید برید بیرون، این مبلغی که بهتون گفتم. اما نه واقعا بیشتر از 3 تومن، یعنی کمتر از 3 تومن نمیشه رفت اونقدر بیرون. اینو حالا جدای از هزینه خود خوراکی دانشگاه گفتم ها، خیلی شد. جمع‌بندیش با خودتونه ها بچه ها، جمع‌بندیش با خودتونه یا حسین، خیلی زیاد شد. ولی نگران نباشی، من باز آخرش بهتون یه سری راهکارا میگم برای اونایی که میخوان سیف تر کنن، یکم کمتر خرج کنن، اینا میگم بهتون. دیگه چه هزینه‌ای موند؟ بذارید دفترمو بیارم. دانشگاه دیگه چه هزینه‌ای داره؟ بگم من رو گفتم. خب رفت و آمد. بچه شما یک هزینه رو هم باید برید به رفت و آمد خودتون. چرا؟ چون ممکنه که خوابگاهتون دور باشه. بله ممکنه خوابگاهتون خیلی حتی دور باشه یا نزدیک باشه. شما زرنگی کنید یه 500 تومن 1 تومن اضافه تر بدید که خوابگاهتون بیاد نزدیکتر. چرا؟ چون هزینه رفت و آمد واقعا زیاده. بعد از طرفی اینقدر ترافیک میشه بعضی روزا که واقعا شما سر کلاستون دیر میرسین، مثلا استرس میگیرید، خوب نیست زیاد. خوابگاه من زیاد دور نیست، زیاد خیلی نزدیکم نیست، ولی بخوایم با ماشین بریم 1 رو طول میکشه. اگه ترافیک باشه 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشه، ولی خب باز اونقدر دور نیست. ولی فکر کنم الان هم رفت 20,000 تومان ما میدیم، برگشتم 20,000 تومان میدیم. بعد این هی تغییر میکنه. امسال این مبلغ، الان شما بسته به اینکه این ویدیو رو کی میبینید خدا میدونه که چقدر بشه. خیلی زیاد میشه برای یه دانشجو، زیاده. اگه شما کار کنید واقعا براتون هیچی نیست این هزینه‌ای که دارم میگم. اگه خانواده پولدار داشته باشید که خوب ساپورتتون کنند، واقعا این هزینه‌هایی که من میگم هیچی نیستن. اما برای یکی که تو خانواده متوسط تریه یا یکم پایین تریه، این هزینه‌ها واقعا هزینه‌های زیادی هستند. خب
پس شد هزینه رفت آمد. هزینه دیگه که هست هزینه تولدا. بله ممکنه با دوستاتون مچیم تولد بگین و اینا، حالا اونم هست، اونو با همون به نظرم هزینه دیگه، چون هر ماه احتمالاً تولد نداشته باشین، با هزینه های دیگه تون جمع ببندین یه گوشه، زیاد چون هزینه نداره اونقدر. همین دیگه، هزینه ها کلن همینن. من همه چیزی که فکر میکردم و به ذهنم میرسید و بهتون گفتم. خب بچه شما یک هزینه‌ای رو بالاخره دور از جونتون باید برای درمانتون در نظر بگیرید. یعنی ممکنه دندونتون خراب شه، ممکنه که مریض شید زنگ بزنه آمبولانس بیاد، یا بخواید برید دکتر، یا من یه چیز مهم رو نگفتم بچه ها. یه چیز خیلی مهم رو نگفتم. ما روتین پوستی میخوایم. بله ما شوینده میخوایم. روتین پوستی و شوینده، ای وای من اصلا اینو یادم نبود، واقعا خوب شد یادم اومد. این روتین پوستیه دیگه الان خودتون بکنم دستتونه که مثلا روتین پوستی شما چقدر بستگی از برندهایی که استفاده میکنید داره. خب این دیگه دست خودتون، این خودتون حساب بکنید، چون واقعا من توش نمیام، چون هر کسی یه مدل استفاده میکنه، پوستش فرق میکنه با من نمیتونم مال خودم بگم. ولی روتین پوستی هم هر 1.5 ماه تا 2 ماه، نهایتش 2 ماه دیگه وسیله ها تموم میشن، شما برید تمدیدشون کنید. حالا شامپو مامپو هم بیاریم تو همینا حساب بکنیم. هزینه ها خیلی زیاد شد بچه. من جمع‌بندی نکردم ولی به صورت خلاصه بخوام بگم، همین امسال اگه شما بخواید بیاید دانشگاه، هزینه های کلی شما بین 10 تا 20 میلیون. خب برای یه دانشجوی متوسط، آره به نظرم رقم خوبی رو گفتم الان، چون بستگی به این هم داشتون کدوم شهرین دیگه. آره 10 تا 15 تومن هزینه‌تون میشه. من با هزینه‌های خیلی کمتر از این دارم خوابگاه زندگی میکنم. چرا؟ چون بچه من بومیم، خونمون با ما 3-4 ساعت راهه، باز 3-4 ساعت هم زیاده و من همیشه خونه نمیرم. ولی برای اینکه حالا این بخش ویدیو رو کلا بچه‌ها بذارید من یه جمع‌بندی بکنم، به خاطر اینکه برای اونایی که میخوان هزینه‌شون کمتر بشه. یکی که بچه‌ها از خود خونه با خودتون غذا ببرید. غذاهاتون رو مثلا قیمه، قرمه، فسنجون، قلقلی، حالا خیلی غذاهای دیگه داریم، بستگی داره به اینکه همش کلا بستگی داشت. دیدی حرفای من کلا بستگی داشت. خب این یه سری غذا رو درست بکنید، بریزین تو ظرفای دربدار، با خودتون ببرید، فریز کنید قبلش، بعد با خودتون ببرید. گوشت و مرغتون رو همونجا تو خونه بخرید، بسته بندی کنید، فریز کنید و با خودتون ببرید. یه سری وسیله ها، شامپو، قند، شکر، اینا رو همه رو با خودتون ببرید. بچه‌ها اگه من میخواستم برم خوابگاه اونجا واسه خودم اینا رو میخریدم که خیلی میشد، همون 10 تا 20 تومن میشد واقعا. ولی هزینه‌های من چرا کمتر از اینه؟ به خاطر اینکه من همه اینا رو از خونه میبرم. دوستام سیب زمینی پیاز رو از خونه میارن. خب چون بومی هستیم، نزدیکیم، کار عاقلانه‌ایه. حالا بگید شاید مگه چقدر قیمت داره؟ عزیزم اینا رو هم دیگه قیمتاشون زیاد میشه، ولی تک تک قیمتاشون واقعا اونقدر نیست. خب همه چی رو جمع کن، از خونه ببر. از به مامان بابات بگو برات همون رو خونه بخرم، بس بندی بکن، از خونه با خودت بردار ببر. یعنی هیچ چیزی اونجا نه، حتی مسواک خمیر دندونت هم بیا خونه بردار بخر، اونجا نخر. اونجا فقط پولاتو بردار، چیزای مفید برای خودت، خوراکی مفیدی چیزی درست کن بخوری، میدونی؟ و اینکه با دوستات خوش بگذرونی و اینا، چون دانشگاه مدتش خیلی زود میگذره و خیلی بهترین دوران زندگیتونه. یعنی من هر کس اینو میگفت اینجوری بودم که نه بابا اونم مثل دبیرستان و اینا زود میگذره تمام میشه اینا، اینجوری بودم نسبت بهش. ولی نه، واقعا خوش گذشت. البته بگم شما با آدم‌های رومخی روبرو میشید یا خودتون ممکن آدم رومخی باشید. الان من جسارت نمی‌کنم اما کلا میگم واسه یه سریای دیگه خب ممکن ما رومخ باشیم. آشنا میشین و اینا.
من بعضی موقع حرفام یادم میره اصلا نمیدونم، یهو وسط حرف ذوقی یادم. خب امیدوارم که بد نیفتاده باشم تو دوربین. بچه ها میشه لطفاً، چون اولین ویدیو منه، اگه تا اینجا دیدید یه دونه قلب سفید برام بزنین، چون من میخوام بدونم واقعا تا آخر دیدین یا انقدر من الکی حرف زدم و شما گوش نکردین. ممنون میشم اگه لایک کنین ویدیو رو. اگه سوالی داشتین بچه ها بپرسید. احتمال زیاد من یه سری چیزها رو باز جا انداختم، ولی میخوام بهتون بگم که نگران نباشید، هزینه های دانشگاهتون تأمین میشه، خانواده سعی میکنن که به شما برسن. یه جایی واقعا کم میارین، زنگ بزنین بهشون، به خانوادهتون زنگ بزنین، بگین که آقا مامان بابا من یکم پول احتیاج دارم. چون یه سری از بچه ها هستن اینا رو به خانوادهشون نمیگن، یعنی لنگ پول میمونن ولی حاضر نیستن به خانوادهشون بگن. این رفتار واقعا مناسب نیست. شما اگه میخواین مثلا خیلی کم خرج باشین و اینا، خب هزینه‌هاتون رو میتونید کمتر بکنید، پولتون رو یه کوچولو سیو بکنید. اگه هر ماه بتونید یه مبلغی هم سیو بکنید واقعا خوبه، ولی اگه نتونستین اشکال نداره. من پولامو سیو نمی‌کنم به خاطر اینکه ترم آخرم گفت، ترم 7م دیگه 8م مونده، ولی خب با این قیمتا نمیرسه پولم اونقدر که بخوام پس انداز کنم. یه مدت میکردم ولی الان دیگه واقعا نمیتونم و سعی میکنم که آقا لذت رو ببرم تموم بشه بره. خب که انشالله که به زودی درسمون تموم میشه، میریم سر کار و خدا ببینیم چی میخواد دیگه. بچه‌ها من گفتم رشته میکروبیولوژی، باز از این رشته میخوام براتون توضیح بدم، از خوابگاه بدم. من خودم میخوام که با بچه‌هامون وقتی داریم میریم خوابگاه خرید کنیم یه عالمه برای خوابگاه. همه اینا رو میخوام ویدیوشو بگیرم بذارم، بعد شما بیاید نگاه بکنید. ما کلی تو خوابگاهمون خیلی منظمیم، بچهای منظمی هستیم، برنامه‌های خودمون رو داریم، برنامه نظافت داریم، برنامه خرید برای خوابگاه داریم. چون مثلا شما باید شامپو برای خوابگاهتون مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، مایع من دیگه، سینک و گاز و اون مایعی که سینک و گاز باش میشورن اسمش یادم نیست. خب اینا رو همه رو بخرید و نوبتی یکی دستشویی تمیز کنه، نوبتی همون تمیز کنید، نوبتی کف حالا خوابگاهتون رو تمیز کنید. ممکنه که سرامیک باشه چون واسه ما هست و ما با تی تمیزش میکنیم، یا دستمال میخوایم برای تمیز کردن میز و آینه ها و اینا، خیلی چیزای دیگه میخوایم. آره خیلی چیزا میخواین که اینها رو همه رو طبق برنامه باید پیش برین و اگه شما برید اونجا ورودی جدید اون خوابگاه باشید و بقیه هم ورودی جدید باشن، یه خورده ممکنه که ندونین واقعا ما چیکار بکنید. اونها ممکنه تو دستشویی کثیف بگین و اینا، حالا کلی داستان. ولی من چون رفتم یه 2 نفر اونجا باید بالاییمون بودن، بعد اونا بهمون میگفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد با برنامه پیش میرفتیم. یه روز اونا تمیز میکردن نوبتی، یه روز ما، هر روز نوبت یه نفر بود. من همه اینا رو اگه واقعا ببینم مشتاق هستین براتون توضیح میدم. حالا مشتاق نبودینم که دیگه نه، براتون توضیح میدم. بچه من واقعا معذرت میخوام چون که ویدیو اولمه، بار اولمه دارم ویدیو ضبط میکنم، نمیدونم دیگه چجوری شد، اصلا ممکنه زاویه هم خوب نباشه، ولی به دل نگیرید. من فقط قصدم کمک کردم به شما بود و اینکه این چنل رو انداختم فقط به خاطر دل خودم و اینکه نیاز داشتم بیام حرف بزنم جلوی دوربین. این کارو خیلی دوست دارم. امیدوارم که هرچی که صلاحیتونه براتون اتفاق بیفته. از حرفایی که من گفتم لطفا زیاد وحشت نکنید، وای هزینه ها خیلی زیاده. همین دیگه. امیدوارم که لذت ببرید. انقدر از یه سری کلمات استفاده کردم از کلمه مثلا و بستگی داره و اینا. امیدوارم که رو مختون نرفته باشم. دوستتون دارم. با اینکه نمیدونم چند نفرین و چند نفرتون این ویدیو رو میخوان نگاه بکنه. خدافظ. آقا صبر کنین، امروز پنجشنبه است یا جمعه است؟ نمیدونم امروز چند شنبه است. تو گوشیم داره فیلم میگیره. شما حالا به هفته دیگه دوباره ویدیو میذارم دیگه. قربونتون برم. من چاکرتونیم. خداحافظ.